ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамкул. гуфтори 27. хушбахтона ба шарофати дигаргуниҳои маънавию маданӣ таваҷҷӯҳи мардум ва бахусус ҷавонони равшандил нисбат ба даврони бостон, нисбат ба ононе ки дар сарчашмаи зиндагии насли кунунии халқи тоҷик қарор доштанд, нисбат ба ононе ки годҳо ва ба таври умум авасторо ба вуҷуд оварданд, бештар гардид ва дар даврони соҳибистиқлолии давлатӣ мероси қадимаи аз ниёгон ба ёдгор мондаи мо дар фарҳанги худогоҳии миллии мо мақоми сазовори худро касб намуд. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. مذهب‌های گوناگون تاریخی گواهند که امام اعظم و مذهب فقهی او در حفظ و تقویت اصالت قومی ملی، هویت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی و دینی خلق‌های شامل خلافت اسلامی نقش بزرگی تاریخی داشتند. اگر امروز خلق‌های مسلمان دارای اصالت و هویت تام، زبان، فرهنگ، عرف و عادت و سنت و عنعنات خاص و تکرار تاریخی، فعالیتی با ثمر و سازنده داشته باشند، پس در این امر خدمت ارزنده این بزرگ مرد و مذهب او خیلی خوب واضح می گردد. خدمت او مخصوصاً در حفظ و تقویت اصالت تاریخی و فرهنگی خلق ما بی سابقه بزرگ و شایسته قدردانی است. دوره زندگی امام اعظم و تشکل مذهب فقهی او مرحله تاریخی نهایت حساس و نازک محسوب می شد. این دورانی بود که زمینه‌های مناسب برای تشکل و انکشاف دولتداری ملی موجود نبودند. اصول و ارزش‌های ملی با سبب رواج سیاست افضلیت خواهی و ماهیتاً امپری خلافت عملاً رد می شدند. جریان و سازمان‌های افراطی و تندروی دینی فعالیتی گسترده داشتند. دایره‌های بزرگ اعیان و اشراف محلی اصول و ارزش‌های فرهنگی حاکم را پذیرفته، اصالت ملی تاریخی خود را از دست می‌دادند. اصالت خلق‌های باستانی و صاحب تمدن با سرعت کاهش می‌یافت. فقط چند عامل پیش از همه شیوه‌های استواری فرهنگی تمدنی و گسترش و تقویت حرکت آزادخواهی به حفظ اصالت تاریخی خلق‌های تابع خلافت مساعدت می‌نمودند. در چنین دوران حساس امام ابو حنیفه زبان مادری خود تاجیکی را همچون زبانی دوم عبادت دینی، فعالیت فرهنگی و اجتماعی جایز دانسته، به خاطر حفظ و نگهداشت آن اساسهای شرعی را تأمین نمود. چنین خدمت‌های تاریخی امام اعظم
اثبات واضح آن است که اسلام به زبان همچون زیربینای اصلی هویت و هستی خلق و ملت ها مخالفت ندارد. خلق ما با ارشاد و راهنمایی چنین نابغه ها و بزرگان خود زبان را همچون گوهری نایاب دریافت و آن را با همه وسایل امکان پذیر حفظ نمود، رونق بخشید و شهره آفاق ساخت. مقامی بلند کسب نمودن زبان تاجیکی عامل تقویت خودآگاهی و انکشاف فرهنگ و تمدن خلق تاجیک گردید. قابل تأکید است که پیروی خلق تاجیک و مذهب حنفی باعث تحکیم وحدت و متحدی آن گردیده به گسترش جریان‌های تندرو و افراطی، سازمان‌ها و رویه‌های افراطی مانع شد. امام اعظم می فرماید که یگانگی پندار، گفتار و کردار اهل جامعه شرط بقا و هستی هر یک ملت است. زیاده از آن مذهب حنفی بعض ارکان و عنصرهای هویت و سیرت پاک ملی قبل از همه حسن همسایگی و همکاری، تحمل پذیری و مهمان نوازی، اعتدال و دانش اندوزی را تقویت بخشید. مذهب حنفی با روح و مضمون هستی تاریخی خلق ما سازگار افتاد. طوری که معلوم است مذهب حنفی محض توسط فرزندان فرزانه و رسالت پیشه سرزمین خورشیدی خراسان در پهنای وسیع آسیای مرکزی، آسیای خرد، غرب چین و هند تاریخی، بعداً توسط آن در بخش از آسیای جنوب و شرقی گسترش یافت و مذهبی حاکم گردید. تا کنون در مصر و سوریه، اردن و عراق و دیگر کشورها هنگام دادن فتوا از احکام مذهب حنفی استفاده می‌برند. مقام ارجمند حنفیه سببگار آن شد که عنعنه، رسم و آیین، ارزش‌های پسندیده ملی، معیارها و ارکان ساخت اجتماعی جامعه سنتی تاجیکان، به خصوص تحمل پذیری، فرهنگ همکاری، حسن معاشرت و روابط حسنه اجتماعی و عنعنه‌های دولتداری ما در منطقه‌های تاریخاً مهم جهان توسعه یابند. به برکت این روند زبان تاجیکی زبان اصلی اداره، فرهنگ، ادب و معاشرت بین خلقها و قومهای شمال و مرکز هند تاریخی گردید و این مرتبه والای خود را مدتی تقریباً 700 سال حفظ نمود. ادبیات تاجیکی و فارسی در این خطه باستانی به اوج خود رسید و هند تا آغاز قرن 20 مرکز معروف ادب و فرهنگ تاجیکی بود. شاعران برجسته تاجیک زبان هند امیر خسرو دهلوی، میرزا عبدالقادر بیدل، زیبو نیسا، میرزا اسدالله غالب و محمد اقبال افتخار ادبیات عالم شمول و پرغناوت ما می باشند. علوم اسلامی، مکتب‌های کلامی، طریقت‌های تصوفی و ارکان دیگری تمدن اسلامی از خراسان بزرگ در کشور هند نیز پهن گردیدند. در این زمینه علوم اسلامی، تصوف و ادبیات عارفانه به زودی وسیع رشد یافته، نتیجه های عملی آنها بعداً در خراسان و ماوراء النهر مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال ترجمه تاجیکی قرآن که از جانب مفسر و محقق معروف هند شاه
ولی الله دهلوی در عصر 18 انجام داده شد، بنابر صحیح، ساده، روان و خوش آهنگ بودنش نه فقط در هند بلکه در آسیای مرکزی، ایران و آسیای غربی نیز وسیع پهن گردید. گذشته از این، آن در صدر ترجمه های زیادی تاجیکی قرآن کریم قرار گرفت و نهایت در دوران استقلالیت ملی ما تهیه، ترجمه و چاپ قرآن کریم به زبان تاجیکی انجام پذیرفت که آن حالا به کتاب روی دستی شهروندان کشور تبدیل یافته است. تاریخ گواه است که عصرهای 16-19 بنابر عاملهای زیاد عینی و ذهنی، به خصوص هجومهای پیهمی قبیله های صحرانشین از شمال، پایین رفتنی نقش ترانزیتی و تجارتی راههای خشکی بین منطقوی و تجارت در آسیای مرکزی، بالا گرفتن خرافات، تعصب و اختلاف و ضدیت و غیره، دوران رکود و تنزل اجتماعی، علمی و فرهنگی بودند. در چنین دورانی مرکب، مذهب حنفی باز به حفظ اصالت و نجات خلقهای آسیای مرکزی مساعدت کرد. محض به شرافت آن، ارزش‌های والای تمدن تاجیکان مقام بلند اجتماعی خود را در منطقه از دست ندادند. با نظر داشت چنین مقام و جایگاه مناسب مذهب حنفی، بزرگمردان این دوره ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل و علامه احمد مخدوم دانش حمایت و پشتیبانی از مذهب امام اعظم را در مجموع رسالت با شرف خود و مسلمانان می دانستند. دورانی که در شرق اسلامی جریان معارف پروری تشکل یافته، جنبش اصلاحات و نوسازی به ظهور می آمد و با مرور زمان وسعت می یافت، عیان گردید که مذهب حنفی بنابر روزنه کشاده و وسیع، تحمل پذیری، سازگاری با دلایل ذهنی و مفکوروی، عقلانی و منطقی، به زندگی هر روزه و نیازهای اجتماعی انسان پیوند ناگسستنی دارد و به روند تغییر و تحولی با سرعت معاصر پاسخگو می باشد. ولی با کمال تأسف باید ذکر نمود که در عصر 20 این نیروی عظیم معنوی در سطح مطلوب استفاده نگردید. در آخر عصر 20 و آغاز عصر 21 ما شاهد تحولات عظیم و اصلا بنیادی می باشیم که مضمون نهایت مرکب و ضدیتناک دارد. این ظهورات به سرنوشت تاریخی انسانیت تأثیر عمیق روزافزون و پیوسته خواهد داشت. ما شاهد آن گشته ایستاده ایم که سیلاب پرتلاطم جهانی شوی در برابر جهت‌های مثبت خود به اصول و ارزش‌های اصالتی و هویت خلق‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های تاریخی تأثیر منفی نیز می‌رساند. مبارزه شدت یابنده کشورهای قدرت طلب و ساختارهای گوناگون آنها برای تلاش دستیابی به منابع حیاتی و استراتژی طبیعی و اقتصادی برای همه کشورها و خلقها خطر روزافزون دارد. این خوف برای کشورهای اسلامی بیشتر و واضح تر است، زیرا این کشورها دارای ذخیره‌های عظیم طبیعی بوده در نقطه‌های حساس ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی دنیا جا گرفتند. تشویش آور این است که در روند این مبارزه شیوه‌ها
و وسیله های نامشروع و خرابی آور که بیرون از معیارهای بین المللی اند و سه استفاده می شوند. بعضی دولت ها و دایره های با نفوذ از نیروی گروه های تندرو و افراطی به خاطر منافع ژئوپلیتیکی خود سوء استفاده می نمایند. زیاده از آن گروه های افراطی و حتی تروریستی با دست دیگران ساخته شده در زیر نقاب دین مبین اسلام همچون وسیله تخریب کاری ضد دولت های مسلمانی مورد استفاده قرار می گیرند و خیلی تأسف آور است که مقامات این دولت ها تا هنوز به چنین ظهورات اعتباری جدی نمی دهند. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. طبیعی است که سرچشمه اساسی رویه ها و جریان های تندرو و افراطی مشکلات زیاد اجتماعی به شمول کمبزاعتی، بیکاری، شرایط دشوار زندگی، سطح پایین معرفت و غیره می باشند. نیروهای معین سیاسی داخلی و مشکلات نام برده جامعه دینی پوشانده با این اقدامشان برای گروه های ناآگاه و غرضناک میدان اعمال خرابی آور را فراختر می سازند. در چنین شرایط بی گفتگو اختلاف و برخوردهای دینی مذهبی شدت می گیرند، زیرا استفاده دین به غرضهای صرف سیاسی، طبقوی و خصوصی عملی تاریخاً آزموده شده می باشند. ولی به افتخار می توان تأکید ساخت که تعلیمات امام اعظم انگیزه های را که در نتیجه آنها مسلمانان از روی غرض و فتنه دیگران خون برادری مسلمان را می ریزد قاطعانه محکوم می نماید. اصلاً میراث عقیدتی و فرهنگی ابو حنیفه در تحکیم همزیستی آسایشته تمام مسلمانان، مخصوصاً تأمین وحدت ملی تاجیکان اهمیت حیاتی دارد. واقعاً مذهب ابو حنیفه در طول تاریخ و هم در روزگار امروزه اجتماعی مردم به عامل مهم وحدت ملی و بشری، مصالحه و تحکیم ثبات و آرامی جمعیت تبدیل یافته است. می باید که ما از این تعلیمات سازنده در عمل روزمره خود پرثمر استفاده نماییم. چنان که تأکید کردیم، حالا هم بعضی دولت‌ها و نیروهای مختلف منفعت‌دار، گروه‌ها و سازمان‌های افراطی با شعارهای دینی، ثبات و امنیت کشورهای رشد یابنده مسلمانی را زیر خطر قرار می‌دهند. برای پیشگیری چنین پدیده‌های نامطلوب ما را ضرور است که از نظریه و تجربه روزگار امام اعظم کار بگیریم. آن گروه‌ها و دایره‌های دینی که نقش بزرگ عملی مذهب‌های دینی اسلام را انکار می‌نمایند و فریفته سرمایه‌گذاری بیگانگان می‌شوند، در نهایت ارزش‌های سنتی اسلامی را نادیده گرفته اختلاف و ضدیت‌های دینی مذهبی را برمی انگیزند و زمینه کینه و عداوت و نزاع را در جامعه به وجود می آورند. امروز ما شاهد شدتیابی رقابت و نزاع فرهنگ‌ها و تشویق اندیشه برخورد تمدن‌ها هستیم که از جانب دایره‌های غرضناک برانگیخته می شود. این پدیده در ذات خود خطر عظیم دارد،
و پیشگیری آن وظیفه هر فردی سالم اندیش و مسئولیت شناس است. نباید فراموش کرد که نزاع‌هایی در زمینه دینی و مذهبی دامن زده عاقبت به فاجعه ملی می آرند. در چنین شرایط برتری نیروی تحمل پرور و زندگی ساز مذهب امام اعظم کاملا واضح می گردد و ما را به راه حق هدایت می کند. اندیشه های پروسعت علمی و انسانی ابو حنیفه وادار می سازد که در چنین دوره تحولاتی با سرعت ما به نیروی خرد، دانش و معرفت، اصول و ارزش های زندگی ساز، گفتار و کرداری مسئولانه ایشان تکیه نماییم و با کمال آگاهی و دور اندیشی عمل کنیم. وسعت نظر، دید عینی و عمیق، قدرت شناختی عمده روندها و پدیده های پیچیده و پر اختلاف، روح سالم و اراده متین، امید مغفرت از خداوند عزوجل کلید اصلی توفیق و کامیابی های نوین و آینده درخشانی ما می باشند. زندگی و کارنامه امام اعظم و تعلیمات ابد زنده او که پهلوهای گوناگون حیات دینی فرهنگی کشور را چون آینه روشن ساخته ما را برای انجام دادن رسالت سازندگی راهنمایی می کنند، اهمیت بزرگی حیاتی دارند. با بهره برداری از آنها در صلح و صلاح با نمایندگان دیگر دین و مذهب ها زیستن از رسالت های مسلمانی ماست. خداوند کریم و رحیم هم دوستی صالحان است. دوم، امام اعظم و اخلاق عموم انسانی. جامعه انسانی بجز قانون و ساختارهای مربوطه اداره کنی خود بازدارای مجموعی معیارها و پرینسیپ‌های اخلاقی می باشد که رفتار و مناسبت اعضای آن را به نظام می درآورد. اگر قانونها و معیارهای معین کرده آنها حقوق و آزادی‌های آدمان را در جامعه به تنظیم درآورند، معیارهای اخلاقی رفتار و مناسبت آنها را نسبت به همدیگر، عائله و گروه‌های اجتماعی معین می کنند و حتی به اجرای قانون و شرطنامه‌های اجتماعی مساعدت می نمایند. اجرای معیارهای اخلاقی به وجدان هر شخص، رسم و عادت، سنت‌های هر خلق و گروه‌های اجتماعی نیز مربوطند. وابسته به درجه رشد اخلاق جمعیتی درباره سطح پیشرفتی این یا آن خلق و کشور حکم راندن امکان دارد. هر قدر درجه اخلاق جامعه بلند باشد به همان اندازه رعایت طلبات قانون در آن خوبتر جاری است. اینچنین سطح بالاروی اخلاق جامعه به استواری و مستحکم بودن دولت علاقمند است. اگر دولت پر اقتدار و مستحکم و دارای قانونهای خوب و جاری باشد، سطح اخلاقی جامعه نیز می تواند بلند باشد و برعکس سستی و ضعف دولت به کاهش اخلاق در جامعه آورده می رساند. تجربه سالهای ناآرامی تاجیکستان گواهی آنند که با سست‌شوی رکنهای دولت در جامعه سطح جنایتکاری بلند
و رفتارهای ناشایم و ضد اخلاقی اعضای آن زیاد می شوند. همین گونه دوره‌های بحرانی و پسشوی سطح نیک و احواری مردم هم به اخلاق جامعه تأثیر منفی می رسانند. همین گونه دوره‌های بحرانی و پسشوی سطح نیک و احواری مردم هم به اخلاق جامعه تأثیر منفی می رسانند. اخلاق افاده‌گری سطح معنوی جامعه است. آن افاده کننده درجه مدنیت، نشان دهنده صلح و ثبات جامعه، طرز زندگی و اعتقاد مردم این یا آن کشور می باشد. چقدر اخلاق در جامعه زیاد موقع داشته باشد، به همان اندازه آرامی و پیشرفت تأمین می شود. از اینجاست که به مسئله های اخلاقی چی سیاستمداران و چی عالمان و حکیمان از دوره های قدیم تا به امروز توجه ظاهر کرده در بالاروی آن سهم چشمرس گرفتند. امام اعظم از زمره این شخصیت های برجسته به شمار می رود. تحلیل مسئله اخلاق در تعلیمات امام اعظم نشان می دهد که سرچشمه تعلیمات اخلاقی این فقیه بزرگ قرآن کریم و احادیث نبوی می باشد. در قرآن کریم آمده است: به درستی که ما پیغمبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به عدل و انصاف عمل کنند. سوره حدید آیت 25. همین طور انصاف از مهمترین معیار اخلاقی است که مناسبت بین آدمان، افراد جامعه را در کارهای دینی و دنیوی به نظام معین می درآورد و حیات آنها را بر پایه استوار قرار می دهد. حقیقت و درستی مناسبت را جاری می کند، آن را استوار روشن می سازد. قرآن خصلت‌های نیک و رفتارهای شایسته انسان را روشن بیان نموده است و ما در این قرآن به هر نوع سخن گفتیم تا پندپذیر شوند، ولی آنان را جز نفرت نمی افزاید. سوره اسراء آیت 41. اخلاق و آداب حمیده در آیات زیادی قرآن مجید وصف شده است و خداوند مؤمنان را دعوت به اجرای واجبات و مستحسنات اخلاقی کرده است. صفت عفو نمودن و سختگیری نمودن پیشه کن و دیگران را هم به نیکوکاری بفرمای و از جاهلان روی بگردان. سوره اعراف آیت 199. چنان مشاهده می شود آیات کلام ربانی سرشار از پند و حکمت و ترغیب اخلاق حمیده است. خلاصه کلام پند و نصیحت جوهر و حکمت دینی اسلام است. این دستور اخلاقی قرآنی در حدیث‌های پیامبر نیز روشن بیان گردیده است. حدیث‌ها تمام موضوعهای اخلاقی را فرا گرفتند که از حدیث مشهوری دین نصیحت است سر می‌زند. شما گفتار 27 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.